دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو یاد میگیرید که یک صحنه رو چجوری میشه انیمیت کرد. نحوه ساخت انیمیشن در نرم افزار کلیپ استودیو پینت رو بهتون یاد بدم. خیلی ساده و کاربردی. خب اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که توی نرم افزار کلیپ استودیو پینت طبق روال همه نرم افزارهایی که برای ساخت انیمیشن دو بعدی یه ابزار خاصی دارن که اسمش تایملاینه، شما باید توی منو این بخش رو فعال کنید اگر فعال نیست. توی ویندو تایملاین اینجا که فعالش کنید توی این بخش اضافه میشه. تو مرحله بعد وارد منو نیو میشید و یه فایل جدید رو باز میکنید. توی این بخش پراجکت تب انیمیشن رو اگر که کلیک کنید روش، اینجا چند تا پریست داره توی ابعاد مختلف 1920 در 1080 1280 در 720 که خب رایج ترینش همین 1920 در 1080. تنظیماتش رو خیلی نمیخواد تغییر بدین. حالا نسبت به پروژه‌ای که دارین اینجا میتونید ابعاد رو تغییر بدین، مثلا روی 4K بذارین، 8K بذارین. اینجا فریم ریت رو میتونید تغییر بدین، ولی به صورت دیفالت و حالا توی این آموزش که میخوایم خیلی سریع و ساده آموزش انیمیت رو توی نرم افزار کلیپ استودیو پینت بهتون یاد بدم، همین تنظیمات دیفالتش کارتون رو راه میندازه. اوکی میکنید و پنجره‌ای براتون باز میشه که در ابعاد استاندارد 1920 در 1080 یک کاغذ به شما میده. توی منوی تایملاین اینجا که اگر دقت کنین یه پیپر داریم، یه انیمیشن فولدر که توی این بخش لایه ها هم میبینید که یه فولدر باز شده و زیرش یه لایه خالی که اونجا شما میتونید طراحیتون رو انجام بدید. خود بخش تایملاین خیلی جزئیات داره، ابزارهای مختلفی داره، اما چیزی که شما فعلا خیلی ساده میخواید یاد بگیرید برای انیمیت کردن این بخش انیمیشن سلش هستش. یعنی اولش که این صفحه رو باز میکنید خودش یک فریم خام به شما میده. شما اینجا میاد مثلا اولین طراحیتون رو انجام میدید و توی مرحله بعدی چند تا فریم میاین جلو و یه نیو انیمیشن سل باز میکنید. همونطور که میبینید فریم قبلیتون پاک میشه و فریم جدیدی که میخواین طراحی کنید اضافه میشه. برای اینکه فریم قبلیتون رو نگاه کنید ما یه ابزار داریم به اسم آنین اسکین که توی انیمیشن سنتی و حالا دستی که قدیما کار میشدن روی میز نور، انیماتورها کاغذها رو روی یک میز نوری میذاشتن و با پین به میز وصل میکردن. توی اونجا با روشن کردن چراغ میز نور شما فریم قبلیتون رو میتونستید ببینید و بر اساس اون فریم جدیدتون رو طراحی کنید. این دقیقاً همون ابزاریه که همون کار کرده برای شما داره. شما میتونید فریم قبلیتون رو ببینید که چه پوزیشنی داره، تو چه حالتی هستش و بر اساس اون فریم جدیدتون رو طراحی کنید. و بعد میتونید دوباره خاموشش کنید. یعنی با روشن و خاموش کردن این ابزار شما میتونید فریم قبلی و بعدیتون رو ببینید. یه فریم دیگه من روشن میکنم و اینجا وقتی دقت میکنین میبینید فریم جلوتر رو با رنگ سبز نشون میده. یعنی شما الان روی فریم 1 که هستین فریم بعدیتون رو با رنگ سبز نشون داده. روی فریم بعدی که میرین فریم قبلی رو با بنفش. این هم قابل تنظیم هستش ولی رنگای دیفالتش هم خوبه، میتونید ازش استفاده کنید. توی فریم بعدی که میای که فریم خالیه، یعنی من اگر این آنین اسکین رو خاموش کنم میبینید که صفحه خالیه، فریم بعدیتون رو طراحی میکنید.
به همین شکل ادامه میدید و میرید جلو. خب همونطور که میبینید این انیمیت توپ با همون روشی که گفتم انجام شد و فریم به فریم من این توپ رو انیمیت کردم و خیلی ساده ما یک صحنه انیمیشن رو تونستیم بسازیم. خب ببینید برای راحتی کار و سرعتتون شما میتونید برای تک تک این ساخت فریم ها مثل انیمیشن سه میتونید کیبورد شورتکات بسازین. برای آنین اسکین همینطور، برای عقب جلو کردن و پلی کردنش من خودم مثلا برای همه اینها به عنوان کیبورد شورتکات انتخاب کردم که بتونه کارم رو سریعتر کنه. دیگه در حین طراحی با قلم نوریم نخوام دائما هی بیام روی پلی روی انتخاب کنم، شاید اشتباه بشه. سرعت و راحتی توی انیمیشن دو بعدی خیلی مهمه و هر چقدر شما فضای کاریتون رو، ورک اسپیستون رو راحت‌تر و کاربردی‌تر بکنید برای خودتون، سرعت و دقتتون بالاتر میره. حالا توی این انیمیشن ساده که یه توپ ما داریم که فقط بالا پایین میپره، خیلی جزئیاتی نیست. اگر شما یک کاراکتری رو با کلی جزئیات در حال انیمیت دارین که موهاش داره توی باد حرکت میکنه، نمیدونم شاید مثلا یه شمشیری داره که اون هم دستشه، باید حواستون به جزئیات اون باشه، چشمش باید انیمیت بشه، در حال حرف زدن کاراکتر لیپسینکش رو باید در نظر و تمام این جزئیات شما باید تایملاینتون و فریم هاتون رو مدیریت کنید، حواستون به تمام جزئیات باشه و توی اون مرحله شما حتما باید تمام ابزارهایی که مورد استفاده قرار میگیره در حین انیمیتتون رو باش راحت باشید، براتون سخت نباشه. این اولین نکته‌ایه که توی انیمیشن دو بعدی برای خودتون باید حتما فراهم کنید. حالا برای رنگ کردنش هم به همین شکل شما میتونید یک فولدر دیگه‌ای بسازین، انیمیشن فولدر بسازین، بیاین تو لایه پایینی و اونجا هم به همین شکل فریم هاتون رو اضافه کنید و لایه های رنگی رو بهش اضافه کنید. برای جابجا کردن فریم هاتون میتونید این خط هایی که جدا کننده یه فریم قبلی و بعدیه رو سلکت کنید. میتونید وقتی قرمز رنگ میشه یعنی سلکت شده، میتونید این رو با موس جابجا کنید. چند تاشون رو که بگیرین با همدیگه میتونید جابجاش کنید و تعداد فریم های بین هر کی فریمتون رو میتونید تعیین کنید که مثلا فریم 4 من، فریم ببخشید 11 من که اینجا نوشته 1 2 3 4 تا فریم مکس داره و بعد میره فریم بعد. خب من سعی کردم توی این آموزش خیلی ساده با ابزارهای خیلی راحتی که توی کلیپ استودیو وجود داره بهتون خیلی راحت یاد بدم که یه صحنه رو انیمیت کنید. پر از جزئیات توی بخش هایی که وجود داره. اینجا شما میتونید کلی امکانات داره که میتونید ازشون استفاده کنید.
تنظیمات میز نورتونه که اینجا شما میتونید انتخاب کنید. خدمت شما عرض کنم که اینجا میتونید کلا تنظیمات تایملاینتون رو عوض کنید. میتونید سکانس بندی کنید برای هر بخشی که توی انیمیشنتون دارید. میتونید تنظیمات تامنیل تایملاینتون رو تغییر بدید. می‌بینید فریماتون بزرگتر باشن یا کوچیک‌تر باشن. یکی از بخشایی که خیلی میتونه بهتون توی رنگ کردن کمک کنه همون سبک رنگ کردن توی کلیپ استودیو پینت که شما از طریق این امکان میتونید خیلی راحت‌تر فریماتون رو رنگ کنید. ببینید توی تنظیمات لایه هاتون وقتی فولدر دسنتون یا در واقع اینکتون رو سلکت کنید و این بخش رو فعال کنید، set as a reference layer، مشخص میکنه که لایه ریفرنستون اینه، فولدرش رو مشخص میکنه. تمام فریم های اینک شدهتون میره توی بخش ریفرنس و وقتی توی لایه رنگتون قرار میگیرید موقع رنگ کردن، راهنما و ریفرنس لایه رنگتون میشه لایه اینکتون که اینجا از طریق ابزار فیل، تنظیمات اینکلوز اند فیل، اینجا میتونید راحت با یک سلکت کردن لایه‌تون رو رنگ کنید. این بخش خیلی کمک میکنه توی بخش اینک اند کالر انیمیشن دو بعدی، خیلی کارتون رو سریع میکنه. میبینید تمام این جزئیات بین خطوط رو کاملا رنگ میکنه. اینجا چون بسته نیست میبینید باعث این باگ میشه که شما نتونید رنگ کنید. اینجا میتونید شما از طریق ریفر آدر لیرز تنظیماتش رو تغییر بدید و اگر که لایه اینکتون بسته نیست از این طریق رنگش کنید. پس این هم یه مدل رنگ کردن لایه هاست که بستگی به تکنیکتون داره. اگر خیلی آرتیستیک میخواید باشه، از براشای خودتون قبلا دانلود کردید یا ساختینش، یا از توی فتوشاپ شما یه سری براش رو آماده میکنید و برای خودتون میارید توی کلیپ استودیو پینت، اینجا میتونید توی رنگ‌گذاریتون اگر انیمیشنی دارید که تکنیک خیلی اکسپریمنتال داره، خیلی هنری داره، اینجا شما میتونید با ابزارهای مختلف، با تکنیک‌های مختلف فریماتون رو رنگ کنید. این امکاناتیه که این نرم افزار برای آرتیستا قرار داده که شما بتونید با براش های مختلفی حس و حال آرتیستیک تری به کارتون بدین. اگر که دارید یک انیمیشن کوتاه رو میسازین و یک تکنیک به خصوصی تو ذهنتون هست و براش کانسپت طراحی کردید و میخواین به اون شکل، اینجا تماما قابل اجراست، هیچ محدودیتی وجود نداره. تمام فریم ها رو میتونید به هر شکلی که تصویر سازی میکنید اون فریم ها رو طراحی کنید و خروجی کارتون کاملا یک حس و حال هنری اکسپریمنتال داشته باشه. و توی اگر که انیمیشنی دارید میسازید که حالا کمی صنعتی تره، تماما مثل انیمیشن های 2D سریال ها دیزنی، نمیدونم انیمه ها هستش، اون قابلیت هم داره که براتون تمام فریم ها رو با ابزارهای فیل کردن و رنگ کاملا رنگ کنید. خیلی سرعتتون رو بالا میبره، دقت طراحیتون بسیار بالاست. برای اینک شما انواع و اقسام براش ها رو دارید و میتونید ازشون استفاده کنید. ابزارهایی که کلیپ استودیو پینت کلا برای تصویرسازی و طراحی کمیک داره تماما توی بخش انیمیشنش همیشه استفاده کرد.
و این نکته که خب خیلی از نرم افزارهای 2D ندارن. یعنی شما اگر مثلا با انیم استودیو کار میکنید یا ادوب انیمیت، اینها یا تیوی پینت هم به همین شکل یک سری محدودیت ها دارن، یک سری امکاناتی در عین حال دارن که شاید برای انیمیشن هایی که یکم حس و حال هنری تری داره به کار نیان. ولی اینجا شما هر تکنیکی که دوست داشته باشین رو میتونید طراحی تصویرسازی کنید و اون رو تبدیل به انیمیشن. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. سوالاتتون رو برام کامنت کنید، حتما خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.